کی میخواست وطن خود ترک کنه و درس نخونه در افغانستان؟ من؟ شما؟ یا همان جولیکشی که روز تا بگاه غلطک کشف میکنه تا یک 4 روپه پیدا کنه؟ یا همان بچه‌کای 10 ساله و 12 ساله که عمر خود در اسپندی گذاشتاندن پیش موترا 2 روپه بده 1 روپه بده؟ یا همان مرد کاری که روز تا بگاه در سر چوک هسته تا 1 نفر ببره 1-2 صرفه برش بده تا بگام ویل میزنه؟ همگی میخواست درس بخونه. همو بچگکای اسپندی 10 ساله 12 ساله، همون مرد کاری که در سر چوک است، همون فلس کاری که تا روز تا بگاه دستاش سیاه میشه نماندهی کار میکنه، همون مستری، همون جالوکش، همگی درس میخواند. همگی میخواستن که درس بخوانن بشینن به کشورشان. همشان مسافر شدن. 10,000-20,000 رم که قرض میکنن تا به کشورهای همسایه برسن که 1 لقمه نان خود پیدا کنن، با افغانستان دوباره پول روان کنن، هم دیپورت میشن. زیادتر دوستا میگه که میشیشتین در کشورتان درس میخواندن و آباد میکردن. در کدام امید میشیشتن؟ در کدام امید میشیشتن وطنشان جور میکردن؟ در مو امیده که در مسجد برای انفجاری بکنن؟ در اون امیده که برای دانشگاه و انفجاری بکنن؟ در کدام امید میشیشتن وطنشان جور میکردن؟